سلام و درود همراهان عزیز. دستگاه افقی 3 موتورمونه همراه با تابلو برق و اینورتر. دستگاه افقی 3 موتوره. دستگاه عمودی 3 موتوره هم داریم که اونا رو قبلا معرفی کردیم. خب دستگاه افقی 3 موتورمون علت این موتور سومه اینه که استهلاک رو کم میکنه. این موتور سوممونه، جای اینکه نیرو رو ما از اینجا بگیریم و بیاد پایین باز پین بخوره و اینا، بعد مثلا شما سرعت اینورتر رو کم میکنین، این سرندتون هم سرعتش میاد پایین، استهلاک خیلی میره بالا چون اون پینا بعد از چند وقت لغو میشه و بعد عوض بشه. وقتی اینو میذاریم استهلاکش خیلی میاد پایین و این سرنده جدای از سرعت دستگاه داره براتون کار میکنه و کشمش رو میبره جلو. بعد همین الان دستگاه 2 موتورش هم داریم که اینجا شما میتونید ببینید این دستگاه 2 موتوره است. اینم با اینورتر و بوجاره، تابلو برق هم داره. ببینید این دستگاه 2 موتوره، این پایین دیگه موتور نداره، ما نیرو رو دقیقا از اینجا داریم میگیریم. خب وگرنه تو ساختار دیگه هیچ تفاوتی نمیکنه. این دستگاه 2 موتوره، هم دستگاه 3 موتوره. هر سه تا موتورش هم بخوام بهتون بگم، این 1 موتوره، این 2 موتوره و این هم موتور بوجار، موتور سومه. هم دستگاه 2 موتوره، هم که این موتور مشخصه، هم موتور بوجارشه. تفاوت این دوتا، حالا جدا از این که این دستگاه به سفارش مشتریه، اون یکی یه خورده بزرگتره، ولی ما هر دو نوعی که داریم درست میکنیم اگه 3 موتور باشه استهلاکش کمتره، یه خورده هزینه‌تون میره بالاتر.